سلام بچه ها، به کانال خودتون خیلی 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 خوش اومدین. آرش یک دستم. اومدیم امروز ببینیم واقعیه یا کیکه. دوستتون دارم شدید به مدت مدید. عاشقتونم. بی زحمت بی زحمت سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، هر چیزی که از دستتون میاد. واقعا ما هم داریم تلاش میکنیم، اینم در نظر بگیریم. خیلی حدساتون درست بود، من چند تاشون رو دیدم. حالا بازم باید حدس بزنیم که ببینیم واقعیه کیک. من که میگم این واقعیه، درسته. این به نظرت کیکه؟ من که میگم کیکه. آره درست گفت، واقعیه. احتمالش هم هست کیک باشه که اون در اومد. این که واقعیه 100%. یعنی هم کیکه، نه هم واقعی بود. این کیکه. آره این باید کیک باشه. درست گفتی، کیک بود. اینم واقعیه. بی زحمت سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارین، هر چیزی که از دستتون میاد. عاشقتونم. واقعیه. آره این احتمالش هست که کیک باشه. درست گفتم بچه، کیک بود. اینم واقعیه. این احتمالش هست کیک باشه. درست گفتم کیک بود. این واقعیه. آره واقعیه. میخوام براتون 7 دقیقه ویدیو بذارم. این الان 7 دقیقه است، یعنی تا آخر نگاه کنید دمتون گرم، ممنونتون میشم. از این به بعد هر روز میخوام براتون پست بزنم. شاید هر روز 2 تا پست بزنم یا یه دونه، ولی یه دونه رو 100% میذارم دیگه. خودتونم منو میشناسین، تلاشم اینه که شما هم یه سرگرمی ایجاد بشه. واقعا تو این وضعیتی که الان هممون هستیم هیچ چیزی دیگه حال نمیده. همین که سرگرم کنیم خودمونو خیلی کار بزرگی کردیم. واقعا دمتون گرم. حالا این صحبت های من 100% شما هم دارین حدس میزنین. منم میگم که این احتمالش هست کیک باشه. درست گفتم کیک. واقعیه. واقعی بود. این هم احتمالش هست واقعی باشه. این کیکه یا باید این کیک باشه؟ مال کیک. بعد واقعیه. کیکه. درست گفتم بچه ها، کیک بود. این واقعیه. کیک در اومد. حدس بزن. واقعی. چند تاشو درست گفتی تو کامنت ها بنویس. من که زیادشون رو درست گفتم، نمیدونم حالا حدس تو چیه، ولی من زیادشون رو درست گفتم.
این ویدیوها واقعا خیلی خوبه ها، مثلا برای یوتیوب واقعا عالیه. حتی تیک تاک هم که من میذارم خیلی بازدهی خوبی داره. اینم کیک بود. این واقعیه، اونم که واقعیه. آره واقعی بود کیکه. درست گفتم، عالی بود. اینم واقعیه، احتمالش هم هست کیک باشه که کیک در اومد. تا اینجا یه دونه اشتباه گفتم. اینم کیک بود. این واقعیه. این کیک. یه چیز دیگه بچه، به نظرتون من صدا بزنم یا الان افضل گوتارا سندانش؟ آره عزیزم، میگفتم دیگه به نظرتون من ویدیو بذارم روی این ریاکت برم یا نه؟ همین کفایت میکنه که من صدا گذاری بکنم. فقط حمایت شما عزیزان رو میخوام. نم کیکه. فقط حمایت شما عزیزان رو میخوام که بدونم واقعا باید ریاکت برم یا چی، چون خیلی خیلی برام مهمه. شما عزیز منی، ما هم که از یه جای شروع کردیم و میخوایم وایرال بشیم توی یوتیوب و اینستا، یه درآمدزایی هم بشه. دمتون گرم عشق من. این لایک، کامنت، سابسکرایب اگه دوست داشتین واقعا دمتون گرم. یه رفع زحمت میکنم با اجازه.